سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین، در هر گوشه دنیا که هستین آرام باشین. باز آمدم با یک ویدیوی جدید دوستای عزیز. دیگه امروز اموده که میبینین ما آمادگی گرفتیم. ما در برنامه بابا مزاری دعوت هستیم امروز که برنامهشان در مریلند گرفته شده، از ورجینیا تا مریلند شاید دگان 1.5 ساعت راه باشه. دیگه خواستم که امروز شما عزیزانم این ویدیو را شیر کنم. امیال ما در موتر هستیم، آمادگی داریم که انشالله که بخیر بریم. و از برنامه به شما ما ویدیو میگیرم که ها در برنامه بابا مزاری شرکت کردن و که ها آمدن سخنرانی میکنن. واقعا امی برنامه ما از همه امی هموطنای خود تشکری میکنم. همچنین تو برنامه بسیار خوب میگیرن، چون بابا مزاری یک آدم بسیار عالی و مشهور و آدم خوب و در تاریخ یک نام نیکمان بسیار یک آدم خوب بود. خب عیف است که قسم آدم ضایع میشه، واقعا که جای تاسف است. دیگه باز هم تشکر میکنم از هرجمن هزارها. همیشه امی برنامه را اینا هر سال تجلیل میکنه، ماها را دعوت میکنه، میریم ما در برنامه تشریف میاریم. دیگه انشالله بیننده ویدیو باشین تا که ما از برنامه داخل برنامه شما از اونا ویدیو بگیریم، با شما عزیزانم شیر کنیم. دیگه تشکر دوستای عزیز از اینکه بیننده ما هستین، تشکر از اینکه کامنت مثبت به من اشتراک میکنین، لایک میکنین، یک جهان تشکر. دیگه دوستای عزیز بیا که بریم در برنامه که چی برنامه است. Mommy, you saw your video. Yes, chicar, mommy, you are ready? مانده و تبعید روی خاک، بر کام خود اقامتی از آسمان ببخش، چون نیست جای ماندن و تمدید روی خاک. حالا ببین که بعد 200 سال باز هم تاریخ از مزار تو جوشید روی خاک. سپاس تشکر از سخنان ارزشمند جناب وزیر گرانقدر. چنانچه ستاد گرامی داشته سالگرد شهادت استاد عبدالعلی مزاری سالانه فراخوان مقاله برای علاقمندان قبل از برنامه می‌دهد. امسال مقاله تحت عنوان نگاه به نقش شهید مزاری در حقانیت و انسجام هزاره‌ها که توسط آقای محمد باقر نونده‌اش تهیه شده انتخاب شده و ازشان دعوت میکنیم که بیاین و مقاله را به خوانش بگیرن. به نام عزت دادگر، با عرض حرمت محضر سروران گرامی و تسلیت به مناسبت 29مین سالگرد شهادت شهید مزاری، در این مقاله کوتاه به بررسی اثرات مبارزات شهید مزاری بر انسجام جامعه هزاره، طی تحلیل مختصر نقش این شخصیت بزرگ در حوزه استحکام انسجام داخلی هزاره و جایگاه این قوم در چارچوب سیاست و سرنوشت افغانستان می‌پردازند. هزاره‌ها گذشته بسیار تلخ و خونبار دارند. اگر به گذشته‌های دور تاریخی برگردیم می‌بینیم که پدیده‌های تلخ مانند نسل کشی، تبعیض، شکنجه، قتل، غارت، نابرابری و محرومیت‌های متداوم از همه ارزش‌های شهروندی و حقوق انسانی با زندگی این مردم پیوند عمیق دارد. در دوره‌های مختلف تاریخی قتل عام شدند، مورد تبعیض حاکمان قرار گرفتند
و از سرزمین های اصلیشان کوچ اجباری داده شدند. اگر این تاریخ پر از فراز و نشیب را به 3 دوره قبل از مزاری، دوره مزاری و پس از مزاری تقسیم کنیم، به خوبی می توانیم وضعیت هزاره ها را به صورت اجمالی در بستر تاریخ به تصویر بکشیم. 1. هزاره ها قبل از مزاری. آنگونه که مورخان نوشتند، هزاره ها با تاریخ طولانی از بومیترین اقوام افغانستان به شمار می روند. با به قدرت رسیدن عبدالرحمن، اما تاریخ هزاره ها رنگی دیگر به خود گرفت. این زمامدار جابر قبیله برای تقویت جایگاه قومی و قبیله خود با کافر خواندن هزاره ها از تمام قدرتش برای نابودی کامل و قتل عام این مردم استفاده کرد. تا آنجایی که مورخان میگوید اضافتر از نیم نفوس هزاره ها، یعنی 62% هزاره ها توسط عبدالرحمن کشته شدند. هزاران خانواده به کوچ اجباری سوق داده شدند و 10,000 انسان هزاره چنان اسیران فرنگ و زنگبار در کوی و برزن دنیا به فروش رسیدند. از این تاریخ و بعد هزاره ها روزگار خوش را تجربه نکردند. همواره در دوره های اخلاق عبدالرحمن نیز مورد سرکوب، تجاوز، کوچهای اجباری و تبعیض‌های سیستماتیک قرار گرفتند. 2. هزاره ها در عصر شهید مزاری. پس از دوره سیاه عبدالرحمنی و اخلاق او در دوره های حکومت های خلق و پرچم و ظهور مجاهدین که زمان طولانی سرکوب و سکوت هزاره ها بود، اگرچه مبارزات تاریخی پیشگامان هزاره چون قیام ابراهیم خان گوسوار و غیره رقم خورد، اما موفقیت برمغان نیاورد و سرنوشت غمبار هزاره عوض نشد. ایجاب میکرد این اوضاع سیاه تغییر کند و کسی یا جریان از درون جامعه مظلوم و محروم هزاره قدم پیش بگذارد و دریچه به سوی احیای هویت باز کند. این مبارزه آرمانی برای حیات سیاسی و اجتماعی هزاره ها، اما برای اولین بار با قوت بیشتر و موج طوفانی حیات و هویت توسط
چشم سیاهت غروب بند امین. اسیر چشم سیاهت غروب بند امین. تو ماه می شوی و در سکوت شب تأثیر. تو ماه می شوی و می وزی به کوهستان و قلعه‌های قدیمی و سنگ تخت و خدیر. در انتظار نشسته شبانه گل مامد سوار اسب سیاهش. دوباره اما دیر رسیده ای گل سرخی کنار چشمه و بید و تا رفته چموشش غبار ماند و مسیر. سوار اسب سیاهش دوباره برگشته است بدون دست، سر و پا و نیزه و شمشیر. سوار اسب سیاهش و مخته پی در پی و ایستاده کنارش هزار قلعه اسیر. بر رودخانه بزن ماهیان چه غمگینند میان قاید تنهای مرد ماهیگیر. بر رودخانه بزن تا ستاره های شمال دوباره سر بزنند از غروب بند امین. سوار باد دیوانه سوار باد داخل جامعه هزارها و انسجام اجتماعی هزارها بهش نگاه کرد و کوشید که اون توسعه تکمیل بشه. بحث دیگر تعریف هویت بود، تعریف تازه از هویت بود که مزاری در واقع ارائه کرد. هزارها اگر به عنوان یک کلیت اجتماعی و فرهنگی نظر بگیریم متشکل از کتله‌ها و گروه‌های اجتماعی متفاوت هست با گرایش‌های مذهبی متفاوت. عمدتاً 3 تا گروه مهم هزاره‌های اثناعشری، هزاره‌های سنی و هزاره‌های اسماعیلی داریم و در کنار اون ریزمجموعه‌ها و گروه‌های اجتماعی متفاوتی داریم که در مناطق و در جغرافی‌های گوناگون زندگی می‌کنند. خب مزاری باشید که با تعریف روشن از جامعه هزاره، یعنی هر کس که در درون جامعه هزاره است پیوند اجتماعی و فرهنگی و ارزشی و تاریخی با این جامعه دارد به واقع میشه گفت اینها منسوب و منوط به جامعه و کلیت کلان جامعه هزاره است.